شخصی نزد حکیمی رفت و گفت میدانی راجع به شاگردت چه شنیدم؟ حکیم گفت لختی درنگ کن. آیا مطمئنی آنچه که میخواهی بگویی حقیقت دارد؟ فهد گفت آری. حکیم گفت آیا خبر خوبی است؟ فهد گفت نه. حکیم گفت آیا آنچه میخواهی بگویی برایم سودمند است؟ فهد گفت ول کن بابا، مردش رو خودت و شاگردت و کلاستو ببرن. همه شعر و بیرا رو میگی که کسی تحویلت نمیگیره و کشکم بارت نمیکنه. ابله از دور داد میزنه که داری عظما رو میگی اینا که آیه دکتر انصافم خوب چیزیه. تو این 10-15 سالی که با همه ممکنه یه جایی از دهنم در رفته باشه و زبونم لال مثلا بیشوری نفهمی چیزی گفته باشم، ولی ابله رو نگفتم. آره همین یکی رو نگفته بودی که الان خیلی راحت گفتی تکرارش هم آیه کردی. دکتر بگذاریم این براندازه همه جا هستن، پاریس، ورشو، مونیخ. من که توی نظام کاری نیستم مثل بلا نسبت چی ترسیدم؟ این وزارت خارجه بیخاصیت چه کار داره میکنه؟ هیچی، ضربه رو فقط سنگین تر میکنه. قرار بود 2 تا بخوریم، این ظریف مشنگ 3 تاش کرد. پاریس و ورشو خب جاشون رو فک عظما رزرو شده بود، ولی مونیخ و این ظریف مشنگ گفت برم تو اجلاس قضایا رو جمع جور کنم، رفت اینطوری شد. آی دکتر دیدین چه مصاحبه مزخرفی کرد؟ قرار بود بره آب رو آتیش باشه، شد بنزین رو آتیش. همچنین با این موجی دعوا میکرد که من فکر کردم آخر برنامه خودمونه. ببین یه بار دیگه مصاحبه ظریف رو با مصاحبه من مقایسه بکنی دیگه نمیام که تو خماری مجبور بشی بری با خودت ظریف مصاحبه بکنی. من با برز مصاحبه میکنم، با ظریف مصاحبه نمیکنم. بریم سر سوال بعدی. آی دکتر این دیپلماسی پیچیده نظام منو حسابی گیج کرده، دارم میخورم زمین. ببین دیگه این با دشمن چه کار کرده؟ از این طرف روحانی تو بندر عباس و بندر لنگه کاسه گدایی به دست جلو همه کشورهای منطقه به خصوص عربستان میگه غلط کردیم با 7 جدمون و با عظمامون، که عظما هم میگه غلط کردیم. بعد از اونور یهو جعفری فرمانده سپاه رو میگی؟ بله مخترع تلفن یک طرفه و خاموش هارت و پوت میکنه و میز چپ میکنه و تهدید را میندازه. آقای دکتر اون که تازه فرمانده شونه. اگه به خودش بگی مشنگ میگه مشنگ ندیدی. برو یه نگاهی بنداز به سلامی که این هفته اعلام جنگ جهانی کرد. آقای دکتر وقتمون رو صرف این سلامی و شوت سنگین نکنیم. داشتم میگفتم خلاصه این دیپلماسی نظام گیجم کرد. آقای دکتر دیپلماسی نظام گیجت نکرده، گیجی نظام دیپلماتت کرده که تیز نمیگی. سلامی که حرف میزنه اوضاع قاراش میشه نظام نشون میده، چون اون جعفری با اینکه خیلی گیجه ولی بالاخره آخرش گفت غلط کردیم به کسی چپ نگاه کنی. کجا گفت آقای دیدی دکتر؟ استراتژی نیستی؟ وقتی میگه از رئیس جمهور میخوام به ما اجازه بده که انتقام بگیریم، یعنی هر چی تا حالا گفتم باد هواست. از قدیم گفتن خر نرو معطل هوشه. هیچکی نمونده بود فرمان جنگ جهانی صادر کنه جز روحانی که خودش از حال رفته آب و قند میخواد این وسط. اینا قرار بوده به اون روحیه بدن، خودشون اینطوری شدن. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که یارو تو بانک 100 میلیون برنده شد. رئیس بانک گفت کی میتونه یه جوری بهش خبر بده که سکته نکنه؟ کارمنده گفت من. رفت پیش یارو گفت اگه یه روزی 100 میلیون برنده بشی چه کار میکنی؟ یارو گفت 10 میلیونشو درجا میدم به تو. کارمنده هم درجا سکته کرد. آقای دکتر بحث رو عوض کنم. در حالی که ما به این بدبخت سلامی میگیم مشنگ به خاطر اعلام جنگ جهانی، خب خود مقام عظما که راهپیمایی ستوکور 22 بهمن رو که باید خاک بریزیم روش و فیلماشو هم پاک کنیم میگه جواب کنفرانس ورشو بوده. نکنه این مشنگی ویروسی بوده و مصری شده. آقای دکتر چون او علی راجانی هم تو مجلس میگفت آمریکا ملعبه دست براندازه است، مگه قرار نبود که بگی براندازه ملعبه دست آمریکا؟ این مشنگ و لاریجانی رو میگم 10 دفعه توجیه کردن، بازم دوربین که ببینه افسار پاره میکنه انگار نه انگار. ولی نترس، این ویروسی نیست، این از خیلی قدیما مشنگ بوده، یه چیزایی میشنوه ولی معنیشو درست نمیفهمه، سوتی میده. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه زنگ زد برای بلیت کنسرت، گفت چنده؟ گفتن 40 تومانی هست، 60 تومانی، 70 تومانی.
گفت اینا چه فرقی میکنن؟ طرف گفت خب بستگی داره کجا بشینین. مشنگه گفت ما عباس آباد میشینیم. روشن شد یا بفرستمت با بلیط بری کنسرت. آی دکتر، من میگم الان که همه بسیجی هم دست مقام عظما رو خوندن که تو سخنرانی کشکی میگه طوری نیست و همه چی درست میشه، به جای این بیاد و یک بار همه رو در جریان درده و بدبختی نظام قرار بده. شاید یه چند تاشون غیرتیشن و بالاخره یه آبی واسه نظام گرم شه. گرفتی ما رو تو. اینطوری که چند برابر خرج میذاری رو دست نظام و عظمای بدبخت با این همه پاسدار بسیجی بریده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن یارو اومد بچهش رو ساکت کنه، گفت بتمرگ وگرنه میگم گرگه بیاد بخورت. تا بچه هم برگشت گفت اگه منو زیاد بترسونی یه پوشک اضافی مصرف میکنم، خرجت میره بالا ها. طوری شد که خود گرگم میومد، بابای میگفت خبری نیست پیشیه. ولی خب راست میگی، از اون ور آدم خیلی هم که عادی سازی بکنه و مشکل کوچیک نشون بده بده، خودش میشه مایه دردسر. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن پسره تو کوچه فوتبال بازی میکرد، با صورت خورد تو دیوار، ابروش پاره شد، دماغش هم خون افتاد. برگشت که خونه، بابای گفت چی شده؟ اومد لو نده که تو کوچه بازی میکرده. گفت هیچی، رب ریخته رو صورتم. بابا هم یه رب کتکش میزد، میگفت این همه پول رب دادی ورداشتی باهاش بازی میکنی. آیه دکتر، در پایان برنامه یه تبریک غلیظ به شما میگم و به خودم که برنامه رو به پایان بردیم بدون جنگ و دعوا. کی آقا رو دیدی استراتژی نیستی؟ از اول برنامه تو داری با من دعوا میکنی ولی خودت حالیت نیست، چون دعوای استراتژیکیه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که تو جبهه داشتن نعشا و جنازه ها رو جمع میکردن تو گونی. یکی رو که بودن بکنن تو گونی، گفت دست نگه داری بابا من زندم. طرف زد تو سرش، گفت بیباره تو گونی، مردی گرمی حالیت نیست. آیا دکتر، من به شدت اعتراض دارم به این بابا. حرف شما. اعتراض آخه به منو من با داری؟ مرده برو اعتراض به مقایسه من. میکنی.